سلام، به کانال یوتیوب کتابخوان خوش آمدید. امروز میریم سراغ فصل 13 کتاب خودت باش دختر با عنوان دروغه میخواهم با مت دیمون ازدواج کنم. هر چقدر دلتان میخواهد بخندید، ولی این چیزی بود که سالها دلم میخواست. هر کجا که میروم درباره علاقه‌ام به مت دیمون حرف میزنم، بیشتر به این دلیل که خنده‌دار است و من هم دوست دارم لبخند به لب بقیه بیاورم. علاوه بر این موضوع خیلی راحت همه را به خنده میاندازد، چون برایشان سخت است باور کنند یک آدم عاقل و بالغ فکر میکند قرار است با یک هنرپیشه که هیچ وقت او را ندیده ازدواج کند. اما حقیقت این است که یک زمانی، در واقع کل سالهای عمرم، بزرگترین هدف زندگیم این بود که یک جایی در لس آنجلس مت دیمون را پیدا کنم و او را مال خودم کنم. بیشتر سالهای نوجوانیم در دبیرستان را صرف تماشای دوباره ویل هانتینگ نابغه کردم. اگر بخواهید هنوز هم میتوانم کل دیالوگ‌های فیلم را از حفظ برایتان تکرار کنم. بارها و بارها برای استخدام در استودیوی فیلم میراماکس فرم پر کردم. در آخرین سال زندگیم در خانه و اولین سال نقل مکان کردنم به لس آنجلس، رویای مت دیمون همچون شوالیه نجات بخش من را سر پا نگه می داشت و کمک می کرد به زندگی ادامه دهم. تمام واقعه را با جزئیات کامل تصور می کردم. اینکه ملاقاتمان چطور اتفاق خواهد افتاد، چه لباسی پوشیدم، کجا ازدواج خواهیم کرد، خانه‌مان چه شکلی خواهد بود، بچه‌های ما چه شکلی خواهند شد. هرگاه در شرایطی ناراحت کننده قرار می گرفتم، این خیالات برایم امید بخش می شد. واقعا باور داشتم سرنوشتم به همانجا ختم خواهد شد. وقتی در حین کار در یکی از مراسم‌های کمپانی میراماکس که یک سالی در آن مشغول به کار بودم با مت دیمون مواجه شدم، او مستقیم به سمت من آمد. منظورم این است که راهش را به سمتی که من ایستاده بودم کج کرد. قلبم آنقدر تند میزد که نزدیک بود منفجر شود، چون اتفاقات داشت همونطوری رقم میخورد که تصور کرده بودم. او من را دید و از یک جایی به او الهام شد که مقدر شده من و او با هم باشیم. وقتی آنقدر نزدیک شد که بتوانم صدایش را بشنوم، شروع به صحبت کرد. گفت ببخشید. با خودم گفتم خودشه. شما میدونید میز من کجاست؟ او داشت با من حرف میزد، چون او هنرپیشه بود و من دختری که جدول برنامه ها دستم بود. نه به این خاطر که فکر کرده بود مقدر شده با هم باشیم. من او را تا سر میزش همراهی کردم، بدون اون که خواستگاری کند یا درخواست کند با من قرار بگذارد. سر کارم برگشتم. بعد از یک سال زندگی در لس آنجلس فهمیدم که تصورات قبلیم همه خیالهای بچگانه بودند. بعدها در زندگیم رویایی دیگر داشتم. این رویا کوچکتر از آن یکی بود، اما تقریبا به همان اندازه دنبالش بودم. دلم یک کیف لویی ویتون میخواست. اگر بخواهم دقیق تر بگویم، دلم یک کیف مدل اسپیدی از برند لویی ویتون میخواست. برای آن دسته از افرادی که با این برند آشنا نیستم میگویم که این مدل کیف یکی از مدل‌های کلاسیک لویی ویتون هست. اندازه یک توپ فوتبال است و آن موقع قیمتش کمی بالاتر از $1000 بود. $1000 برای یک کیف به اندازه سرم. مسخره بود، اما من دلم میخواست این کیف را داشته باشم. میخواستمش چون داشتنش میتوانست من را تبدیل به همان زنی کند که آرزویش را داشتم. در طول اولین تابستان حضورم در لس آنجلس مدام به مرکز خرید بورلی میرفتم. مرکز خرید بورلی یک پاساژ پرزرق و برق در بورلی هیلز است و آن موقع از عهده خرید هیچ یک از اقلامش بر نمی آمدم جز جای پارک $6. از پشت ویترین مغازه ها می گذشتم و در رویای روزی که بتوانم از آنجا خرید کنم سیر می کردم. در یکی از همان روزها بود که با شکوه‌ترین زنی که در تمام عمرم دیده بودم، یا بهتر است بگویم خلاصه کسی که دوست داشتم روزی تبدیل به آن شوم، را ملاقات کردم. موهایش برق می‌زد، آرایشش فوق‌العاده بود، لباس تنش زیبا بود و یک کیف مدل اسپیدی برند لویی ویتون دستش بود. حتی بهتر، یک شال هم کنار دسته کیفش بسته بود و آن را تبدیل به کلاسیک ترین چیزی کرده بود که در تمام عمرم دیده بودم. در آن لحظه به نظرم بهترین چیز ممکن در دنیا همان شکلی بود.
یک روز بالاخره به اندازه این زن خوش‌پوش و زیبا خواهم شد. یک روز بالاخره صاحب آن کیف خواهم شد. سالها با این آرزو زندگی کردم و فکر می‌کردم نهایت آرزوهاست. $1000 برای خرید یک کیف پول زیادی بود، اما همچنان برای استفاده از آن کیف خیال پردازی می‌کردم. تصور می‌کردم با آن کیف کجاها می‌روم و چطور با هر تغییر فصل شال کنار دستش را عوض خواهم کرد یا آن را با لباس ست خواهم کرد. با جزئیات تمام تصورش می‌کردم و هر بار به یک شکل متفاوت این آرزویم دست پیدا کردنی می‌شد. یک روز یک شرکت تأسیس خواهم کرد و آن شرکت یک روز یک مشتری درست حسابی خواهد داشت که پول زیادی را پرداخت خواهد کرد. همین که یک چک $10,000 دریافت کنم میروم و آن کیف را میخرم. این رویا سالها زمان برد. سالها تلاش به عنوان یک برگزار کننده مراسم ناچیز. سالهایی که وقف تأسیس شرکتم و جذب مشتری کردم. سالهایی که $750 و بعد $1,000 و بعد بیشتر و بیشتر بدهکار شدم. هر بار که به مرکز خرید می رفتم از پشت ویترین به آن کیف خیره می شدم و در طول تمام ملاقات‌های کاری و معاملات به تصویر آن کیف فکر می کردم. هر کاری می کردم تا مشتریانم اعتمادشان را از دست ندهند. مدام به این فکر می کردم که من می خواهم آن کیف اسپیدی را بخرم. روزی که اولین چک $1,000 را گرفتم، مستقیم به بانک و از آنجا به فروشگاه لویی ویتون در مرکز خرید بیورلی رفتم. لحظه‌ای که از آن فروشگاه قدم بیرون گذاشتم پر افتخارترین لحظه زندگیم بود. یک کیف هیجان انگیز است و علاقه به مت دیمون شاید جالب باشد، اما چرا الان دارم درباره‌شان صحبت میکنم؟ چرا دارم درباره این دروغ خیالی یا کیفی که یک زمانی عاشقش بودم توضیح میدهم وقتی بقیه فصلها این چنین نبودن و خیلی جدی دنبال میشدن؟ چون فکر میکنم توانایی من در تصور کردن رویاهایم با جزئیات کامل یکی از دلایل رسیدن من به آنها است. جدی میگویم. در مورد رویاهایتان عجله نکنید. بنشینید و به آن فکر کنید. یکی از دلایل اصلی موفقیت من در خیال پردازی هایم نهفته است. منظورم خیال پردازی های مدل تیم برتون نیست. منظورم توانایی تمرکز کردن روی یک خیال است. حتی گاهی اوقات برای چند سال. یکی از سوالهایی که همیشه از من میپرسند این است که چطور انگیزه‌ات را حفظ میکنی؟ اخیراً چند روش به شما معرفی کردم. اطرافتان را با آدم‌های الهام بخش پر کنید. هم دنیای واقعی و هم دنیای مجازی. به پادکست‌های انگیزه بخش گوش دهید. آنقدر برقصید تا احساس رهایی کنید. ببینید چه چیزهایی به شما انگیزه می‌بخشد و بعد این کارها را دوباره و دوباره تکرار کنید. اما انگار این توصیه‌ها را قبلا هم شنیده اید. پس فایده تکرار کردنشان چیست؟ ترجیح می‌دهم روی آنچه تفاوت بزرگی در شما ایجاد می‌کند تمرکز کنم، حتی اگر عجیب به نظر برسد. تفاوت بزرگ در مورد من تصویرسازی یک آینده مشخص بود. اینکه باور داشتم با مت دیمون ازدواج می‌خواهم کرد نهایت دیوانگی بود، اما من را به لس آنجلس کشاند و باعث شد برای به دست آوردن شغلی در کمپانی فیلم میراماکس بجنگم و این کار هم من را به سمت شغلم به عنوان یک برگزار کننده مراسم و همچنین همسر آینده‌ام هدایت کرد. آینده‌ای را برای خودم تصور کرده بودم که یک مسیر مشخص را نشانم می‌داد. در طول این مسیر من بزرگ شدم و درباره مقصدم بیشتر یاد گرفتم. اما اگر فکر ازدواج با مت دیمون را در سرم نداشتم، کسی نمی‌داند چه مسیری را می‌رفتم و آینده‌ام چه شکلی می‌شد، یا اصلاً اینکه چطور می‌توانستم از لحظات سختی که داشتم فرار کنم وقتی همچنان داشتم در دل آنها زندگی می‌کردم. وقتی در مورد آن کیف رویا پردازی می کردم، رسیدن به یک درآمد بالا و واریز کردن آن به حساب مشترک با همسرم رویایی بزرگ به نظر می آمد. قابل لمس نبود، اما وقتی رویایم را کوچکتر کردم، یعنی خرید یک کیف، به نظر دستیافتنی می آمد. در مسیر رسیدن به هدف تصمیم گیری قدرت بسیار بالایی دارد، اما کافی نیست. باید زمانی را صرف تمرکز روی آن رویا بکنید. رویاهایتان چه شکلی است؟ چه حسی دارد؟
تا چه اندازه می توانید روی جزئیاتش تمرکز کنید؟ تا چه اندازه می توانید رویایتان را در ذهنتان زنده کنید؟ چون نکته اینجاست، اهداف من برایم واقعی هستند. حتی ذره‌ای شک ندارم که به آنها خواهم رسید. کاملا مطمئنم. همانطور که در مورد متن و آن کیف گران قیمت مسخره مطمئن بودم. اینکه در نهایت رویایتان به حقیقت میپیوندد یا نه مهم نیست. مهم این است چطور کشتیتان را در مسیر درست هدایت کنید. چطور در مواقعی که دریا طوفانی است یا کشتی در حال برخورد با صخره هاست آن را کنترل کنید. این کار را با نگاه کردن به افق انجام خواهید داد. رویا پردازی برای من اقدامی جهت حفظ کردن نگاهم به آن سوی امواج بود. وقتی ادامه دادن و یافتن مسیر درست در زندگی سخت و دشوار می شد، داشتن یک دید واضح و روشن کمک می کرد تا روی چیزی تمرکز کنم. شدیداً توصیه می کنم این کار را امتحان کنید. آیا هدفی در سر دارید؟ دوباره می گویم هدفتان را یادداشت کنید. نه، جدی آن را یادداشت کنید. با جزئیات کامل تصورش کنید. هر وقت فرصت پیدا کردید رویش متمرکز شوید. شغل رویاییتان چه شکلی خواهد بود؟ روز اول کاریتان چطور پیش خواهد رفت؟ روز 50 چطور؟ در وقت آزادتان چه کارهایی می توانید بکنید؟ چقدر خوشحالتر خواهید بود؟ من دوست دارم اهدافم جلوی چشمهایم باشد. آنها را روی قسمت داخلی کمدم چسباندم تا هرگاه که می خواهم لباس بپوشم برایم یادآوری شوند. اهدافم چیست؟ می دانستم که این سوال را می پرسید. عکس های روی مجله فوربس را که شامل تصاویر زنان خود ساخته و موفق است خانه‌ای برای تعطیلات در هاوایی. هر دوی اینها سالهاست که در لیست آرزوهایم قرار دارند. خانه‌ای در هاوایی رویای بسیار بزرگ است که دستیابی به آن دشوار است. هدفم این است که تا 40 سالگی به آن برسم. بنابراین 5 سال دیگر وقت دارم. خانم‌های عزیز، نمیدانم چند بار در راه رسیدن به اهدافم احساس خستگی، بی‌انگیزگی یا هر چیز دیگری می‌کنم. هرگاه اینطور می‌شود چشمانم را می‌بندم و جشن تولد 40 سالگیم را در آن خانه هاوایی که رویایش را دارم تصور می‌کنم. دوستانم، همسرم، فرزندانم و خانواده‌ام آنجا هستند و همه نوشیدنی مصرف می‌کنیم. من یک لباس بلند زیبا حالا از هر برندی که هست پوشیدم، چون وقتی آنقدر پول داشته باشم که بتوانم یک خانه در هاوایی بخرم، پس میتوانم هر لباسی از هر برندی که دلم خواست بپوشم. به وضوح میتوانم آن خانه و آن جشن تولد را در ذهنم تجسم کنم. این کار در لحظات دشوار کمکم میکند. گاهی اوقات این رویا پردازی ها به عنوان عاملی برای پرت کردن حواسم نیز عمل می کند. وقتی در حال دویدن در یک مسیر طولانی یا تمرین کردن برای مسابقه دور هستم، خیال پردازی هایم کمک می کنند روی چیز دیگری تمرکز کنم. قبلا وقتی برای شرکت در اول نیمه ماراتونم تمرین می کردم، تنها هدفم این بود که دور را بدون آنکه از خستگی بمیرم به پایان برسانم. بار دوم هدفم این بود که آن 13 مایل را از دفعه قبل سریع‌تر بدوم. برای این کار باید مدام تمرین می کردم و می دویدم. کار سختی بود و باعث درد عضلاتم شده بود، چون از 19 سالگی که ایروبیک کار می کردم دیگر از آنها کار نکشیده بودم. وقتی می دویدم از این حقه برای پرت کردن حواسم از سختی تمرین استفاده می کردم. شما هم آزادید از این روش استفاده کنید. مسخره است و حتی کمی شرم‌آور، ولی برای من که جواب داد. مطمئنم میندی کالینگ هم واژه توهمات تمرینات هوازی را در حین خیال پردازی هنگام ورزش کردن ابداع کرده. اگر او این کار را نمی کرد، من حتما از یکی درخواست می کردم آن را به عنوان علامت تجاری من در بیاورد تا از آن در کتاب بعدیم و خط تولید لباس‌های ورزشی استفاده کنم. توهمات تمرینات هوازی من یک رویای بزرگ دیوانه‌وار است که معمولاً وقتی در حال انجام یک سری ورزش‌های سخت هستم تصورش میکنم. گاهی اوقات گذاشتن هدفون و گوش دادن به موزیک هم به جریان تمرکز روی رویایم کمک میکند.
وقتی تصوراتم عمیق می شود، خودم را می بینم که با جورج کلونی در خانه‌ای که در لیک کومو دارد به تعطیلات رفتم. هرچقدر دلتان می خواهد به من بخندید، اما هرچه توهمات تمرینات حواسیم عجیب و غریب تر باشد، بیشتر می توانم بدون توجه به درد و خستگی عضلاتم به ورزش کردن ادامه دهم. شما توهمات تمرینات هوازی ندارید؟ مشکلی نیست. یکی از توهمات من را قرض بگیرید. فکر میکنید شوخی میکنم؟ به قدرت قلعه گری اسکال قسم، اینها مواردی هستند که من بهشان فکر میکنم. مثلا شخصیت مورد علاقه‌ام تبدیل به بهترین دوستم میشود. همانطور که میدانید یا شاید هم نمیدانید، من کتابخوان‌ترین آدمی هستم که در تمام عمرتان دیده اید. هرگز گفتگو در مورد یک کتاب را با من شروع نکنید، مگر اینکه مطمئن باشید می توانید تا بالاترین سطوح همراهیم کنید. بیش از هر نویسنده دیگری دوست دارم با دبورا هارکنیز ملاقات داشته باشم، چون من یک کتابخانه حرفه‌ای هستم و چون میدانم او تقریباً در نزدیکی همان جایی زندگی می کند که من هر هفته می دوم. دوست دارم هنگام ورزش کردن با جزئیات تصور کنم که او هم در همان مسیری که من در حال دویدن هستم می دود. من او را به جا می آورم و بعد تبدیل به دوستان صمیمی یکدیگر می شویم و هر هفته با هم ملاقات می کنیم. قدم می زنیم و درباره نکات اصلی داستان کتاب بعدیش با هم صحبت می کنیم. با افراد مشهور به تعطیلات می روم. در مورد جورج کلونی شوخی نمی کردم. دوست دارم تصور کنم من هم عضوی از گروه زوجهای مشهور دنیا هستم که همه با هم در جایی فوق‌العاده در تعطیلات به سر میبریم. در تمام این قبیل خیال پردازی هایم، موهایم براق و آرایشم شبیه جنیفر لوپز است. من برای همه شام میپزم و بله، تمام ستاره های سینما هم کباب قالبی دوست دارم. بعد همه از من میپرسند کجا میتوانند کتاب آشپزیم را بخرند. همه‌شان من را دوست دارند چون به عنوان یک چهره رسانه‌ای معروف میلیونر خیلی فروتن و متواضعم. روی استیج با لاینل ریچی آواز میخوانم. کلی از آوازهای لاینل ریچی را روی آیپدم دارم. بنابراین این تخیلی است که چه بخواهم چه نخواهم توی سرم میآید. در یکی از جشن تولدهای بزرگم، مثلا فرض کنیم همان تولد 40 سالگیم، لاینل ریچی که یکی از دوستان خانوادگی قدیمی‌مان هست، برای غافلگیر کردنم شروع به آواز خواندن می‌کند. دستم را می‌گیرد، روی استیج می‌برد و با هم آواز می‌خوانیم. در دنیای واقعی آواز خواندنم اصلاً خوب نیست، اما در این خیال پردازی ها شروع به خواندن آهنگ Dancing on the Ceiling می‌کنم و بعد آهنگ هلو را با هم همخوانی می‌کنیم. سالها بعد دوستانم میگویند خدایا ریچل، یادت اون روز با لاینل ریچی آهنگ هلو رو خواندید؟ خیال پردازی ها وسیله‌ای برای رسیدن به اهدافمان هستند. بعضی از خیال پردازی ها احمقانه‌اند، اما فرصتی برای فکر کردن به ما میدهند. اگر از من بپرسید همه آنها با ارزش هستند. خیال پردازی های شما با خیال پردازی های من فرق می کند. شاید شما در خیال پردازی هایتان یک بیمار لاعلاج را درمان می کنید یا با اپرا شام می خورید. شاید با روزولت در مورد سیاست بحث می کنید یا با ادیس هد در لباسهای مختلف امتحان می کنید و می پوشید. موضوع اینجاست که شما به چالشی که روبرویتان قرار گرفته فکر نمی کنید. شما به آن سوی امواج نگاه می کنید. از خندیدن به کتابخوان بودن من دست بردارید و هر انگیزه‌ای که لازم دارید پیدا کنید و یک تکانی به خودتان بدهید. مواردی که به من کمک کردند: 1. نوشتن اهدافم. هر چقدر روی این نکته تاکید کنم کم است. وقتی نوبت به پای ریزی هدفی میرسد، نوشتن همه چیز روی کاغذ الزامی می شود. قبول، در مورد هدف مثل مت دیمون لازم به نوشتن نیست. اما اگر رویایی درباره خودتان دارید، آن را بنویسید. نوشتن کلمات روی کاغذ قدرت بسیاری با خود به همراه دارد. 2. با صدای بلند درباره‌اش صحبت کنید. به زبان آوردن اهدافتان نیز مهم است، چون گاهی برای خودمان هم سخت است که قبول کنیم چنین اهدافی داریم.
وقتی آنها را به زبان می آورید، حتما با قدرت و قاطعیت این کار را بکنید. مثلا به جای اینکه بگویید برای ادامه تحصیل تلاش خواهم کرد، بگویید میخواهم در رشته روانشناسی سازمانی فارغ التحصیل شوم. من در حین رانندگی وقتی کسی صدایم را نمیشنید، اهدافم را با خودم تکرار میکردم. آنها را مثل خواندن یک بیانیه به زبان می آوردم، طوری که انگار فقط لازم از زمان بگذرد تا به بار بنشیند. 3. ایجاد یک تابلوی تصویری. تصاویر داخل کمدم برایم معنای بسیاری دارند. مدام به من یادآوری می کنند که می خواهم به کجا برسم. یک یار تصویری می تواند بسیار مفید باشد، خصوصا از آن دسته از افرادی که می گویند قدرت تخیلشان ضعیف است. از تصاویر افراد دیگر برای درست کردن نقشه‌های خود استفاده کنید. فصل 13 کتاب خودت باش دخترم همینجا به پایان رسید. امیدوارم از شنیدن این فصل لذت برده باشید. خواهشمندم اگر از این فصل لذت بردید ما رو سابسکرایب، لایک و به دوستاتونم معرفی کنید. به امید دیدار.